من میخواهم یک قصه از صبر یک زن مسلمان را برای مادرانی که رو خراشی میکنن، روی کنی میکنن، داد و فریاد میزنن قصه کنم. شاید که این قصه من به گوش ایشان رسد و از این قصه عبرت برای خود بگیرند. ام سلیم که این خیلی زنی خدا ترس، خیلی زنی خدا داده بود که به نام رمیسا فرزند ملحان نجاری مشهور است. ام سلیم این کنیتش بود، لیکن اصل نامش رمیسا بود. حبیب خدا گفت شب معراج اولین زنی را که در جنت من روبرو شدم این رمیسا بود. در جنت دیدمش. وقتی آواز پای شنیدم در جنت گفتم این آواز پای کی باشد؟ گفتن آواز پای بلال است. بعد از آن گفت قصر دیدم که باور کنین، گفت این خیلی قصر را تصور کرده و بیان کرده نمی شود. گفتم این قصر از آنی کیست؟ گفتن این از عمر ابن الخطاب است. اولین زنی که در جنت دیدم این کی بود؟ این حضرت رمیسا بود. همین ام سلیم. وقتی شوهر ام سلیم از دنیا گذشت، از ام سلیم یک فرزند باقی ماند به نام انس باقی ماند. آوازه مردن شوهر ام سلیم مکه مکرمه را فرا گرفت. بعد از گذشتن عده این زن، حضرت ابو طلحه که به نام زید ابن سهل نجاری است، ابو طلحه باشد کنیتش است، خبردار شد که رمیسا یعنی ام سلیم شوهرش مرده است. خیلی ابو طلحه خرسند شد. برای چی؟ به خاطر که ام سلیم بسیار زنی صادقه بود، بسیار زنی خدا ترس بود و بسیار جمال خوب داشت. میگوید ابو طلحه را حکایه میکند در کتاب همین صحابه های گرامی که عبارت از 7 جزء است، برادران زاهدان این کتاب چاپ کردند. میگوید ابو طلحه و زمان خودش ایمان نداشت. به خانه ام سلیم آمد، در را تق تق کرد. ام سلیم گفت وارد شو. داخل خانه شد. ابو طلحه گفت ای ام سلیم، من قصه را کوتاه میکنم زیرا وقتم کم مانده است. ای ام سلیم گفت میدانی برای چی آمدم؟ گفت نه. گفت برای خواستگاری تو آمدم، میخواهم تو را در نکاح خودم درآورم. ام سلیم گفت من گفت پیشنهادی تو را رد نمی کنم، من پیشنهادی تو را قبول میکنم. ابو طلحه که بسیار دولت و سهولت داشت فکر کرد که ام سلیم به خاطر دولت و سهولتش گفت که من سخنی تو را رد نمی کنم. چگونه که امروز ما و شما فقط و فقط از پای دنیا و از پای دولت هستیم، فقط و فقط دختر دولتدار میکابیم. من گفت پیشنهادی تو را رد نمی کنم، لیکن تا زمانی که ایمانی بر محمد نمیاری تو برای من شوهر نیستی. ابو طلحه گفت ای ام سلیم، گفت از زرد و سفید خیلی زیاد برخوردارت میکنم، لیکن این ایمان محمدی را برای من پیشنهاد نکن. زرد و سفید چی بود؟ از طلا و نقره، طلا و نقره فراوان دارم برای تو نصیب میکنم، لیکن از ایمان محمدی برای من پیشنهاد نکن. فکر کرد که زنی هست که دوستدار دنیا و تکیه بر دنیا دارد. گفت ابو طلحه گفت به خدا قسم، گفت اگر تو ایمانی بر خدا نآری، گفت من تو را به شوهریم گفت انتخاب نمی کنم.
ابو طلحه در حیرت ماند، در حیرت ماندند. گفتم پس کی این کلمه را برای من عرضه میکند؟ گفت من خودم گفت برای تو کلمه را عرضه میکنم. گفت بگو لا اله الا الله محمد رسول الله، خدا یک و یگانه هست، محمد بنده او و فرستاده اوست. ابو طلحه میگوید به زبانش این کلمه را راند. و ام سلیم گفت قسم بر آن خدایی که الحال تو ایمان آورده ای ابو طلحه، اگر چنده که برای زنها مهر گرفتن، قلین گرفتن خیلی ضرور است، لیکن برای من گفت قلینگی تو گفت فقط انا همین اسلامی توست. گفت همین اسلامی که آوردی گفت همین قلینگ من است. گفت دوستان خدا گفتند بهترین مهر گفت مهر ام سلیم بود که در عوض اسلام ابو طلحه بخشید مهر شد. وقتی با یکدیگر یک جایه شدند، از ابو طلحه فرزند به دنیا آمد به نام ابو عمیر. عمیر فرزند به دنیا آمد که ابو طلحه میگوید بسیار در اول یکی از دشمنهای پیغمبر بود، لیکن از زمانی که ایمان آورد با پیغمبر خدا در جنگ احد که یکی از منظره های اشتراک ابو طلحه بود، میگوید در جنگ احد رسول اکرم میگوید پیش من ایستادگی بود، زمانی که میگوید ابروی من جراحی داشت، لبهای من جراحی داشت، چهره های من از سنگ این مشرکان همه دریدگی بود، گویم چهره من پر از خون بود. ابو طلحه میگوید در پیش من مثل سپر ایستاده بود. میگفت وقتی میگوید پیغمبر خدا از پشت ابو طلحه من نگاه میکردم که احوال مؤمن ها چگونه باشد. ابو طلحه میگفت ای حبیب خدا، گلوی من گفت در سپر گلوی توست، این سری من گفت سپری سری توست، گفت این جسد من سپری جسد توست، گفت هیچگاه گفت سر از پس من بیرون نکن، میترسم شاید تیر از تیرهای دشمن در جسد مبارکی تو تأثیر نکند. ابو طلحه یکی از منظره های محافظتش انمون جنگ احد بود. حبیب خدا میگوید در این جنگ ابو طلحه میگوید 3 کمان از شکست، میگوید 3 کمان از دست حضرت شکسته شد. این از تیرزنی زیاد حضرت خیلی مانده شدند، دفاع از پیغمبری خدا کردند. از همین ابو طلحه فرزندی که عمیر گفتگی به دنیا آمد، میگوید یک زمان دسترویک شد، بسیار دسترویک بود و حتی میگوید حبیب خدا همین فرزند ابو طلحه را گاه نوازش میکرد، گاه حزن شوخی میکرد. باری میگوید همین فرزند ابو طلحه بیمار شد، بیماری تب او را فرا گرفت. سحر این مرد خدا ترس از پای کار میشد، بیگاهی گشته به خانه می آمد. تا آمدنش ام سلیم همه کارهای خانه را انجام میداد. ابو طلحه با این قدر دولت و سهولت در این کتاب میگوید تا زمان وفاتش بغیر روز عید رمضان و عید قربان کل سال میگوید روزدار بود حضرت، هیچگاه از روزه خلاص نبودند. میگوید می آمد ام سلیم برای او دسترخوان آماده کرده بود، پیشواز میگرفت مثل زنهای امروزه نه که وقتی شوهر به خانه می آید درک زن نیست، وقتی شوهر به خانه می آید استقبال از جانب زن نیست، دستگیری از جانب زن نیست، چهره تبسم از جانب زن نیست. مثل این زنها نبودند. حضرت میگوید قبولش میکرد، برای او میگوید دسترخوان آماده میکرد، حضرت میخوردن و خواب میکردند و میپرسیدند فرزند من چگونه است، یا می آمد خبر از فرزند میگرفت. ام سلیم میگو الحمدلله امروز بهتر است، امروز بهتر است. باری میگوید ابو طلحه وقتی از خانه برآمد یگانه فرزند بود، دوستش میداشت. نصف روز بود که عمر از دنیا گذشت. بچه ابو طلحه از این بیماری دور و دراز جان به حق تسلیم کرد. بیگاهی ابو طلحه آمد، اولین چیزی که پرسید ای ام سلیم، ای رمیسا، فرزند من چی خیل شد؟ ام سلیم اگر این عادت زنای ما و شما را می داشت
آل داد و فیغانش محله را فرا گرفتگی بود. سلیم میدانست که ابوطلحه روزدار است، خودش آدمی خسته و خودش آدمی مانده شده، در حال این فرزند میگوید پاکیزه کرد، شوز تازه کرد، در کفن گرفت، در خانه دیگر برده گذاشت. وقتی ابوطلحه بیگاهی که آمد از حال فرزندش پرسید، حضرت سلیم چی گفت؟ ابوطلحه گفت با تمام اطمینان گفت بے پروا باش، خاطر تا جمع کن، گفت وقت خوش بگیر که فرزند من گفت مکمل گفت درست شد، الحمدلله گفت از همین درد دور و درازی که داشت گفت خلاص شد، الحال گفت خواب هستن. گفت ابوطلحه خیلی خرسند شدند از این خوشخبری، زنش خیلی خرسند شد و شب چی کار کرد؟ شب میگوید از خرسندی زیادش ابوطلحه با این رمیسا میگوید باز خانه‌داری کردند، یک جایه شدن. میگوید سحر این زن مسلمان پیش از شوهر بیدار شد و آب طهارت برای ابوطلحه تیار کرد و گفت ای ابوطلحه، گفت من به تو یک سوال دارم، آیا جواب میگردانی؟ گفت البته به البته. چی سوال است؟ تو سوال من این است که اگر مبادا یک شخص برای ما و شما یگان چیزی را عاریت آرد، یک چیزی را در پیش ما و شما امانت گذارد و فردا به سراغ او آید، آیا این چیز را برای صاحبش نصیب عطا کنیم یا نکنیم؟ و البته گفت چیزی امانت، چیزی عاریتی که ما و شما از کسی میگیریم، باز پس کردن او برای ما شرط است و مال ما نیست. و ابوطلحه گفت آگاه باش، گفت که همون نعمتی که پروردگار برای ما و شما داد، همون نعمتی که وی در قرآن حتی میوه دل خواند، همون نعمت را دیروز نصف روز خداوند از ما و شما گرفت. گفت فرزند من از دنیا گذشت؟ گفت بله گذشت. گفت چرا برای من خبر ندادی؟ و ابوطلحه گفت تو روزدار بودی، تو آدمی خسته و بیمار بودی، اگر من برای تو این خبر میدادم شاید گفت تو روزه را نمی شکایدی، شاید که باز گشنگی و بیماری بالای تو دوچار میشد. و این خاطر گفت زمان خبر شد این ساعت برای خودم انتخاب کردم. ابوطلحه میگوید دوام به نزد حبیب خدا رفت، گفت ای حبیب خدا، گفت این معامله را گفت رمیسا برای من گفت آماده کرد، شب مرا از مرده فرزندم خبر نداد. حبیب خدا میگوید دست برداشت و گفت خدایا، گفت در همین همخوابگی که امشب ابوطلحه با همراهی رمیسا کرد، سلیم کرد، خدایا در همین همخوابگیشان برکات نصیب کن. میگوید وقتی رسول اکرم از دنیا گذشتند، دوستان خدا، کسانی که حیات بودن خبر دادند که از این شبی که ابوطلحه خانه‌داری کرد یک بچه به دنیا آمد که نامش عبدالله بود. بعضی روایت ها که از این عبدالله، بعضی روایت ها که از همین رمیسا 10 فرزند به دنیا آمد که همش حافظ قرآن بودند، همش یک جای حافظ قرآن، خدمت کننده در راه دین اسلام بودند. بین به خاطر چی؟ به خاطر که صبری که حضرت سلیم در این مصیبت انجام داده بود. و این خاطر از همه شما برادران عزیز و گرامی خواهش ما هم این است که هر مصیبت و هر آفت و عذاب و رنج و شکنجه که بالای ما و شما می آید، اگر ما صبر کننده باشیم، اگر او را ما و شما استقبال کنیم، اگر ما و شما با او شکرانه کنیم، ان شاء الله در نزد پروردگارمان ما و شما جزای خیلی کلانی را برخوردار می شویم. ان شاء الله وقتی ما و شما انجام یافت، اینجا یک دو مکتوبی هست، اینها را من برای شما می خوانم و بعدا ان شاء الله دعا میکنیم. خدا خواسته باشد جمعه آینده هم در اطراف این موضوع با شما صحبت میکنم. اگر مبادای وقتا شد بعد این سوال هایی که باز به شماری که برای ما و شما آمده است ان شاء الله جواب میگردانم. خیلی منتداری خودم را از برادرمان خورشید و
و برادرمان عبدالمجید که چند ماه ما منتظر همون قالین هایی فرموده بودیم. الحمدلله که اون قالین ها آمدن و اون قالین ها را البته علکه در مسجد پهلوان راست کردن، همشان دوخته شد. بالای اونها علکه مردم نمازخوانی دارند. از پروردگار مسئلت دارم که خدای مهربان دولت این بنده خود خورشید و عبدالمجید را باز هم زیاده بگردانه و خداوند باز هم محبت این دو جوان نسبت اسلام و مساجد زیاد بگرداند و خداوند گذشتگانشان رحمت و مغفرت بگرداند. هر مرادهایی که دارند خدایا با فضل و کرم خودش برآورده بگرداند. آمین و رب العالمین. و شاید که باز البته بنده های یافت می شوند که آشیانه اولشان که گویم احتیاج با این گونه قالین های حاضر زمان دارد یافت می شود. انشاءالله اگر از این جمع یافت نشود داریم شخصیت هایی که البته به عهده می گیرند. آباد کردن مسجد هم این چی گویم برای راحتی ما و شما است. البته باز دیگر پهلوش گویم که مسجد باید زیبا باشد، باید آباد باشد، باید تازه باشد و این باز گویم یک زیباگی شهر ما و شما هم هست که هر یک شخصیت ها، هر یک مهمان هایی که از مسجد ها گذر میکنند وقتی این بهبودی ها را میبینند الکه در حق گویم آباد کننده ها، در حق صاحبان شهر هم البته دعا میکنند که این گونه آبادی ها البته در مسجد ها وجود دارد. سلام داملای بسیار محترم حاجی مرزا فرستاده ناچیزی مرا گرفته در حق جگربند من که بسیار حال اخلاصمندی شما هست دعای تن و جان و سلام دهی. با احترام مادر، یک مادر اینجا یک مبلغ روان کردن که در حق فرزندشان دعا کنیم که اخلاصی گویم با خدا و پیغمبر دارد. دعا میکنیم که خدای مهربان اخلاص این فرزند این مادر را باز هم زیاده بگرداند و با آن علمی که خدا دادستش با آن عمل کننده باشد و خدای مهربان دعای پدر و مادر را گرفته راحتی دنیا و آخرت در خدای مهربان مبتلاش بگرداند. آمین و رب العالمین. یک مخلص ما از رایان گویم رودکی میگوین الحال از رایانی از همون ناحیه رودکی که لینز کی رایان میگویند با ما یک مکتوب نویسان که من در حالت عرق نوشیم زن خود ما طلاق کردم، آیا چی دستور میتی؟ راستی بار ما در همون رایان اشتراک داشتیم، چهلی که این برادر گفته است من مخلصی شما هستم. ما گفتیم مخلصان ما هیچگاه عرق نوش نیستند، مخلصان ما هیچگاه زنشان هم طلاق نمیدهند. زیرا این قدر صحبت هایی که ما در اطراف این موضوع ها کردیم و این نشانه جوانمردی و نشانه بهبودی حیات و شرف و قدر شما را نشان نمیدهد که شما خواه عرق نوش باشین خواه زنهاتان طلاق دهین. اینا هیچ غیرت و جوانمردی شما را نشان نمیدهد. برعکس امروز شما باید که در هر یک بعض مسئله های جزئی که در خانه شما رخ میدهد باید شما اینها را تحمل کنید، صبر کننده باشید و زنهاتان طلاق ندهید. امروز خود بس است همین زنهایی که در کوچه های ما و شما به سرپناه سیر و گشت دارند، همیناش امروزه الکه خود کفایت کننده اند. وقتی تو زن طلاق دادی تصور کن که باز در پهلوی این زنها باز یک زنی بیراهه دیگر پیدا شد. برای همین دادرای عزیز و همه شما من نصیحت و توصیه من این است که زندگی تان خیلی با حلاوت کنید، زندگی تان خیلی با صبرانه گذرانید، زندگی های خوب گذرانید، زندگی هایی که در بین شما دشنام دادن پدر و مادر نباشد، دشنام دادن خواهر و اپه نباشد، در بین شما بسیار یک گویم
مهر و محبت باید که چی باشد؟ حکم فرما باشد. انا این است آن چیزی که خدای ما و شما، آن چیزی که پیغمبر ما و شما میخواهد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. برادر من استاد قالین که از عبدالکریم از خوجند آمده و این قالین ها را راست کردن در حق سامتن دعا کنین. اوستاهایی که اطراف مسجد را آباد کرده ایستادند، این اطراف مسجد منم امروز آبادی ها رفته است الحمدلله. بابا خان از کارز پایان مادرش بیمار است، گفتن دعا کنید 10 سامانی دادم. خب حسن پهلوان 10 سامانی سفر دارن، گفتن در حقشان دعا کنید. و برادرایی که در صندوق خیریه امروز خیر احسان میکنن که گویم اینم یکی از جمله آبادی های مسجد ما و شما هست، در حقشان دعا میکنیم. خدای مهربان این خیر احسان هایی که از جانب این بندگانی تو شد و این بندگانی که امروز از ما دعا طلب هستند، خدایا هر مرادهایی که دارن مرادهاشون حاصل و گذشتگانشون خدا رحمت و مغفرت و بیماری هاشون خدا شفای کامل و شفای عاجل نصیب و روزی بگردانی. آمین یا رب العالمین. در این مجلس ما و شما هم خیلی مهمان های زیاد الحمدلله از اطراف ها اشتراک دارن و خدای مهربان در هر قدم هاشان حسنات نویسنده کند. بابای مقسوم عبدالوهاب هم در این جمعه ما و شما اشتراک دارند که البته امروز به همه ما و شما معلوم هستند که یکی از پیرانی هستند که در حق تمام گویم جوان و پیر و زن و خواهرای ما و شما در این شهر کولا بیرون از او دعا کننده هستند و پدر ایشان هم به همه ما و شما معلوم است که داملای لواوه گفته همه ما و شما اخلاص به او حضرت داشتیم که خدمتگارهای همین آبادی دین اسلام بدن. حضرت مهمان همین مسجد این بود که زن از شوهر میراث نمی برد. یعنی امروز اگر مردها از دنیا گذرند و مال و ملکی که باقی میمانند همان زن و همان فرزندهای زن از این شوهر میراث میبرند. لکن زنهای یونان قدیم پیش از اسلام این حقوق را تاریخ میگوید که نداشتند. این در یونان قدیم بود. بغیر این عقیده مردم دانشمندهای یونان این بود که زن فقط برای فرزند است و خلاص. یعنی از زن فقط گرفتن همان طول است، همان فرزند است و بس، و دیگر در هیچ معامله کاری نمی آید مگر فرزند او برای همان دیار و برای همان زمان عزیز بود و خلاص. خود زن دیگر هیچ قدر و قیمت نداشت. میگذاریم به دولت استرالیا. میگیم ما و شما در دولت استرالیا تاریخ میگوید زمانهای پیش از اسلام چی بود؟ از همه بدبخت استرالیا بود. این تاریخ میگوید، دنیا تاریخ است، در همون تاریخ بیان میکند. دیگر قاعده بیرحمی و بی انصافی که پیش از اسلام در همین استرالیا وجود داشت این بود که شوهر وقتی از کار می آمد آن چیزی که از طعام در خانه وجود داشت پیش شوهر می آوردند. شوهر طعام ها را می خورد، باقی مانده ای که از او می ماند همون باقی مانده حق زن بود. یعنی زن با همراهی شوهر در یک دسترخوان نشستن جنایت بود. هیچگاه حقوق و قانون همان زمان اجازت نمیداد که زن همراه شوهر در یک دسترخوان طعام خورند، بلکه شوهر خورد
تمام کرد، باقی مانده او را بعد می تواند که زنها استفاده کنند. و دیگر قانون جنگلی و بدبختانه ای که پیش از اسلام در استرالیا بود این بود که زن با فرزند خود در یک خانه نشستن حق نداشت یا نمی توانست که فرزند خود نوازش کند. این ده هم دولت همان زمان به زنها حقوق دادگی نبود. دولت روم، دولت عربی که از بین آنها این آفتاب تابان برآمد و دنیا را روشن کرد. در دولت عرب چگونه معامله نسبت زنها وجود داشت؟ از همه بدبختتر، از همه زیشتر، از همه بدتر تاریخ دوره جاهلیت عرب هاست. میگوید در دولت عرب ها، پیش از آنکه دولت عرب ها را برای شما بیان کنم میخواهم از دوره های زردشت به شما بیان کنم. زردشتی که دعوای پیغمبری دارد و یک کتاب دارد به نام اوستا. امروزها شاید که ما و شما از زبان بعض شخصیت ها میشنویم که کتاب مقدس اوستا میگویند. آیا این کتاب مقدس اوستا تا چه اندازه مقدس است؟ من برای شما از همین دین زردشت، از همین کتاب اوستا یک اقتباس آوردم، میخواهم همونه برای شما گفته دهم. در دوره ساسانی زردشت که اینه میگد پروفسور کریستین بارتیلمه گفتگی که در کتاب ملا مستضعف قراتگینی که یک کتاب الحال وی تبدیل داده است از ایران و اسلام و از مرتضای مطهری که خیلی سندهای مستحکمی دارد، برای ما و شما خبر میدهد که زن در دین زردشت به حیث شخصیت شناخته نمی شود. یعنی وی شخص نیست، وی انسان نیست، بلکه وی به حیث چیز شناخته می شود. یعنی مثل چیزی که در دست ما و شما دنیایی چیزایی که داریم که کسی را خواهیم میتیم و از کسی خواهیم میگیریم، انا زن در دین زردشت میگوید انا همین حقوق داشت. یعنی حیث چیز بود، حیث شخصیت شناخته نمیشد. و دیگر بدبختی که در همین کتاب اوستا نسبت زن هاست همین است که اگر زنی که حیض باشد میگوید یا زنی که در نفاس باشد، یعنی بعد کودک تولد کردن، اگر همون شوهری همون مبادای یا سهوا یا مثال نافهمیده یا که قصدن اگر دست همون زنی حیضه یکی دارد یا دستش در بدن او رسد، در گردن مرد غسل جنابت فرض می شود. این در کتاب همون مقدس اوستایی که بعضی از برادران ما و شما وی مقدس شماریدند. و دیگر مسئله های درشت در این دین زردشت و در این کتاب اوستا موجود است که در کتاب اوستا آب، خاک، آتش، اینها خیلی چیزهای مقدسی هستند. حتی همین زردشت گفته بود است که من در آسمان دوم وقتی برآمدم یک گروه دوزخیان دیدم. وقتی پرسیدم که اینها به سبب چی دوزخی شدند، گویا که خداوند به زردشت گفته باشد که اینها به آب گرم آبازی کردن، غسل کردن، از این خاطر اینها دوزخی شدند. در دین زردشت به آب گرم یا به آب غسل کردن، آبازی کردن سبب دوزخی شدن انسان میگردد. آب چیزی مقدسی هست که فقط برای خوردن و برای درختها را آب دادن استفاده بردن در کار خلاص، دیگر در هیچ در آبازی کردن فقط بول گاو، میزک گاو تازه کننده بود است. این از عقیده زردشت، این از عقیده اوستا که امروز میخواهند که همین دینه که ما و شما به سبب این وقت ما
کسی میگوید دین ما پیشین از زردوشت بود، باور کن باید عیب شرم است که ما همین دین باید که به زبانمان نرانیم. این یک عیب، یک شرمی بود که خداوند پیشینی های ما و شما را در این دین نگاه داشت. چه یک بدبختی بود. در همین دین زردوشت خدا در قرآن چی میگوید؟ میگوید ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم الا ما قد سلف انه كان فاحشة و مقتا و ساء سبیلا. بین خداوند میگوید ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم. خدا میگوید که ای بندگان خدا، شما نکاح نکنید آن زنهایی را که در نکاح پدر شما بودند، یعنی با مادرهای خود نکاح نکنید. الا ما قد سلف، مگر این که در دوره‌های جاهلیت خدا میگوید وقتی که اگر پدر از دنیا میگذشت یا پدر اگر زنی خود طلاق میداد، فرزند او این مادر را نکاح کرده میگرفت. خدا همین یادآور میکند ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء. از اون زنهایی که پدرهای شما اونها را نکاح کرده گرفتن، اونها را شما دیگر حق ندارین گرفتنده. این چی کاری زیست است؟ خدا میگد این چی کاری بد است. متاسفانه در دین زردشت در کتاب اوستا اجازت است که انسان مادری خود در نکاح درآورد. این کتاب است، در دست ماست کتاب، این هوایی نیست. حتی زردشت گفته است اگر کسی گفته است مادری خود در نکاح می درآورد یا خواهر و اپی خود در نکاح می درآورد، چه گناه کبیره ای که کند خدا را می بخشد. این از عقیده اوستا. خدا یادآور می شود الا ما قد سلف گذشته، مگر آن گذشتگان این کار زشت برای خود روا دیدن کردند. شما ای بندگان من، امروز که به نعمت اسلام مشرف شدید، این عمل را نکنید که این عمل زشت است و بد است و ناخوب است. در عرب چگونه ای که ذکر کردیم چه تاریخ بدبختانه ای داشتند، چه تاریخ ناخوبی داشتند، چه زمانی بینهایت بد را از سر خود سپری کردند. از همه بدبختیش در همین است. من همگی دو اعمال بدی آنها را برای شما یادآور می شوم که زنها در زمان پیش از اسلام در عربستان، در مکانی که پیغمبر خدا تولد شدند، چگونه معامله می کردند. یکم، خدا در قرآن می گوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورى من القوم من سوء ما بشر به إلا أن يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. صدق الله العظیم. خداوند از زمان جاهلیت عرب یادآور می شود به ما و شما. خداوند می گوید هر وقتایی که به اینها مژده تولد دختر داده می شد، یعنی می گفتند که ای برادر در خانه تو دختر تولد شد، اذا بشر احدهم بالانثى، انثى گفته همون دختر را می گوید. خدا میگوید وقتی که به اینها خبر داده میشد که در خانه تو دختر تولد شد، ظل وجهه مسودا، خدا میگوید در حال چهره این مرد سیاه میشد، و هو کظیم، و چنان غضبناک میشد و چنان چهره وی سیاه میشد از شنیدن مژده‌ای که در خانه تو دختر تولد شد. یتورا من القوم من سوء ما بشر به،
خدا چی میگوید؟ میگوید که این مرد وقتی که در خانه اش دختر که تولد میشد در حال از قوم رو میگردانید، پشت میگردانید، در بین مردها دیگر خودم مرد گفتن نمیتوانید، از ننگ و از ناموس و از این کاری که در خانه او پیدا شده است. ایمسکه علی هون، خدا در دوام آیت میگوید او یدسه فی التراب، خدا میگوید که این مرد در خیال خود چی میگذرانید؟ میگفت که یا با این ننگ یا با این بیقدری در بین مردم روز میگذرانم، او یدسه فی التراب، یا اینکه این دختر باید من زنده به زنده باید در گور جا کنم. الا ساء ما یحکمون، خداوند چی میگوید؟ میگوید چه حکمی ناخوب کردن، چه حکمی زشت را در بین خود روا دیدن این مردم عرب. الا ساء ما یحکمون. این آیت دلالت بر این میکند که دوره‌های جاهلیت عرب پیش از آمدن پیغمبری خدا نسبت زنها این معامله را روا میدیدند که اول با پیدا شدن دختر، با تولد شدن دختر در خانه چی غم و دقت، چی مصیبت در اون خاندان پیدا میشد و این مرد به نهایت بی‌قدرترین مرد در بین همه مردها به شمار میرفت و باید که چیکار میکرد؟ باید که این دختر را میگرفت، چه در حالت نوتولدی یا اگر کمی او را تربیه میکرد به 3 ساله و 4 ساله میرسانید، برده یا در چاه میپرتافت یا در گور و زنده به زنده گور میکرد. این خداوند در قرآن برای ما و شما حکایت کرده ایستاده است. از این خاطر هم اگر نظر کنیم در سوره تکویر پاره 30 از قرآن آیت 8 و 9 از او خدا چی میگوید؟ و اذا الموعودة سئلت بأی ذنب قتلت. خداوند در روز قیامت از این ظالم ها، از این بدبختانی که در دوره جاهلیت فرزندهای خود زنده به زنده برده در گورها جا کردن، از اینها نه، خدا میگه و اذا الموعودة سئلت، من از این طفل میپرسم، از این طفلی که 3 سال و 4 سال، یعنی وقتی که وی یک دسترویک است، وقتی که وی محتاج نوازش است، محتاج دوستی است، در همین زمان وقتی که او را برده زنده به زنده این عربهای جاهل وقتی در گور جا کردن، من از اینها میپرسم. چی میپرسم؟ به ای ذنب قتلت، ای دخترک این پدر ظالمی تو برای چی تو را قتل کرد؟ من همین سوال از این کودک ها، از این جوان دخترها پرسان میکنم. قیس ابن عاصم در تفسیر ابن کثیر در همین آیه و اذا الموعودة سئلت در تفسیر همین چی میگوید؟ میگوید من بار نزد پیغمبر آمدم، بار نزد پیغمبر آمدم و به او شکایت کردم ای پیغمبری خدا، من قیس ابن عاصم هستم، من به اسلام مشرف شدم، لکن در دوره جاهلیت 13 دختری خود را به دست خود در گور زنده به زنده جا کردم. ای پیغمبری خدا، حکم اسلام بالای من چی هست؟ پیغمبری خدا گفتند، رفته گفت چند غلام آزاد کن، در هر سری این دختری که تو زنده به زنده گراندی، در سری هر کدام این یک غلام را آزاد کن. قیس ابن عاصم گشته گفتن پیغمبری خدا من اشتری زیاد دارم. رسول اکرم گفتن مادام اشتری زیاد داشته باشی، سری هر یک فرزندی که تو به قتل رسانیدی قربانی کن. و خداوند به حرمت این کلمه لا اله الا الله
محمد رسول الله که تو اظهار کردی، خداوند گناههای جاهلیتی تو را میبخشد. صعصعه هم که در تفهیم القرآن ابو اعلای مودودی در تفسیر همین سوره، در تفسیر همین آیت که پدر یکی از شاعرهای خیلی مشهور عرب بود، صعصعه، نزد پیغمبر آمدم و گفتم ای پیغمبر خدا، من در دوره های جاهلیت نگذاشتم که 360 دختر محله ما را زنده به زنده برده در گور جا کنند. وقتی پدر و مادر او اراده میکردند که این دختر را برده در گور زنده به زنده جا کنند، من از جانب هر فرزند آنها 2 اشتر میدادم تا که اون دختر را به وایه برسانند. پیغمبر خدا، آیا اجر من، ثواب من چی هست؟ پیغمبر گفتند همین اسلامی که تو مشرف شدی، انا همین اجر همان دوره جاهلیتی تو هست. همین اجر همونی است که تو این 360 دختر در سبب شدی و اونها را زنده به زنده در گور جا نکرده. این گونه قصه های از دوره های جاهلیت پیغمبر بهر ما و شما آمدگی هست. حتی من برای شما میخواهم، برای آنی که شما باوری کامل حاصل کنید که هر یک سخنی که من بهر شما خبر میدهم از کتابهای معتبر هستند و همه اینها سندهای قوی دارند، سندهای ضعیف ندارند، تا که فهم شما زیاد شود، تا که مادرها و خواهرای ما با قدر این اسلام عزیز برسند که از آمدن اسلام، از قدوم اسلام، از قدوم پیغمبری خدا، چه دحیه کلبی در زمان پیغمبری خدا حیات به سر می برد. میگوید 60 سال حیات خود دحیه کلبی در کفر گذرانیدگی بود و پادشاهی را هم به عهده داشت. 700 نفر، صاحب درة الناصحین میگوید 700 نفر میگوید از اولادهای پیغمبر خیش قومیتش در زیر دست همین دحیه کلبی کار میکردند، روز به سر میبردند. پیغمبر خدا دائم دعا میکرد پروردگارا دحیه کلبی را به اسلام مشرف گردان. چگونه یک پیغمبر در حق عمر و در حق ابو جهل دعا کرده بود که خدایا به یکی از اینها اسلام را مشرف گردان، که اینها خیلی نفوذ کلان داشتند در مکه مکرمه و خداوند عمر را به اسلام مشرف گردانید. این چنین پیغمبر در حق دحیه کلبی دعا میکرد خدایا دحیه کلبی چه آبروی کلان دارد، چه مردمی زیاد در زیر دست دارد، خدایا همین دحیه کلبی را به اسلام مشرف گردان. دعای پیغمبر خدا مثل تیری در هدف میرسیدگی دعای پیغمبر قبول شد. روز همین دحیه کلبی خواست که نزد پیغمبر خدا بیاید و اسلام را عرضه کند. در حال جبرائیل پیک رحمان نزد پیغمبر خدا آمد، گفت محمد خداوند به تو سلام میفرستد، بعد سلام به تو یک بشارت میدهد که دعای تو قبول شد، در دل دحیه کلبی نور ایمان جوش زده ایستاده است، این زمان یا زمان دیگر در مسجد تو حاضر می شود. پیغمبر خدا از شنیدن یک نفر مسلمان چه خوشنودی او را فرا گرفت. حضرت میگوید از جای خود خیستند، نگاه کردند که دحیه کلبی با آب چشم، با قدمهای کلان کلان به سوی مسجد حرکت دارد. رسول اکرم وقتی نزد دروازه که دحیه کلبی رسید، درها چادر مبارک از بالای سر گرفتند و نزد دروازه مسجد پهن کردند و گفتند خوش آمدی دحیه کلبی، به مسجد مسلمان ها مرحمت، نور دیده تاج سر حضرت دحیه کلبی. در حال اون چادر پیغمبر خدا را گرفتند
و در دیده های خود میگه مالیدن و بوسه کردن و گفتن ای پیغمبری خدا، در دل من نور اسلام جوش میزند، دین اسلام جوش میزند، میخواهم که کلمه شهادت، کلمه طیبه را برای من عرضه کنی. پیغمبری خدا گفتند بگو ای دحیه کلبی لا اله الا الله محمد رسول الله. دحیه کلبی که وجود پر از ایمان بود، با سوز و گداز لا اله الا الله محمد رسول الله را بیان کرد. رسول اکرم را در آغوش گرفتند. دحیه کلبی میگه چنان گریه میکرد که هیچ گریه او را دیگر کسی پیش گریه او را گرفتن نمیتوانست. رسول اکرم گفتند آیا برای چی گریه میکنی ای دحیه کلبی؟ گفتند ای پیغمبری خدا، من 60 سال حیات خدا در جاهلیت گذرانیدگی هستم و من زنهای زیاد داشتم و از این زنهای من دخترهای زیاد تولد شده است. از این دخترهای زیاد قریب 70 تای او را خود به دست خود من زنده به گور کردگی هستم. ای پیغمبری خدا، حال من در قیامت چی می شود؟ از خدای خود بپرس، اگر اجازت دهد من راضی هستم که خودم را به دست خودم قتل کنم و اگر خداوند رخصت دهد من تمام مال و ملکی که دارم همه اون در راه خدا خیر و احسان میکنم تا که از این گناهی من خدای مهربان گذر کند. رسول اکرم میگوید گریان شدن، در حیرت افتادن. این چی جهل بود، این چی جاهلیتی بود که این مردم فرا گرفته بود. رسول اکرم در حال از جبرائیل امین پرسان کردند. جبرائیل پیک رحمان میگوید یک زمان ناپدید شد و گشته آمد گفت ای پیغمبری خدا، به دحیه کلبی خبر بده، به دحیه کلبی خبر بده که وقتی که وی کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را با زبان خود راند، آن گناهایی که در دوره جاهلیت کرده بود همگی را خدا مغفرت کرد. رسول اکرم خرسند شدند و این بشارت را به دحیه کلبی گفتند و به سوی اصحاب گشته گفتند خوش به حال ما و شما که چنان خدای داریم که با یک کلمه گناه و پلیدی ها و جاهلیت 60 ساله دحیه کلبی را بخشید. هر روز ما و شما چند مراتبه کلمه شهادت میگوییم، چند مراتبه تسبیح خدا میگوییم. خوش به حال ما و شما که خدا ما و شما را میبخشد. پیغمبر اینو به اهل اصحاب خبر داد. بین این حکایه ها، این تعریف ها گواهی آن هستند که در اصل تا زمان اسلام، تا زمان آمدن پیغمبر چی جهل و چی نافهمی ها در مسجد نشسته بودند. به ناگاه یک مرد از همون زمانهای جاهلیت پیش از اسلامی نزد پیغمبر آمدند و گفتند پیغمبری خدا، یک سوال بر تو دارم. گفت چی سوال داری؟ گفت من زمانهایی که از اسلام درک نداشتم یک دختری داشتم، تخمین 4 سال بود یا 5 سال بود، و من بسیار انس گرفته بود. هر جایی که می رفتم همراه من می رفت و هر کاری که می گفتم برای من یاردم می داد و برای خود این بودن دختر را در خانه عار می دانستم، ننگ می دانستم و مجبور شدم که این دختر را نابود کنم و او را باری می گوید فریب دادم. گفتم ای دختر، گفتم بیرون از کشلاق تماشا می رویم. میگه این دختری من که بر من انس گرفته بود و دائم پیوسته که با ما بود، میگه با من راضی شد. ما از دستش گرفتم، میگه رفتم. وقتی به نزد چاه رسیدم، یک چاهی بود، میگه خیلی چپور بود و این دختر را فریاد زدم نزد من بیا، من بر تو یک شیرینی میدهم. وقتی این دختر میگه با یک چهره خندان نزد من دویده آمد
من وی از دستش برداشتم و در همون چاه پرتافتم. پیغمبر وقتی شنیدن پرتافتن این دختر را شنید، میگوید چنان گریه کرد که حتی میگوید این ریش کلان پیغمبری خدا از آب دیده تر شد. صحابه ها بعد جانب این مرد چی گفتن پیغمبری خدا را غمگین کردی، این چه حکایه بود که برای پیغمبری خدا خبر دادی؟ پیغمبر گفتن که پیش راهی او را نگیرید، گویا که تا آخر وی حکایت کند. بعداً چی شد؟ وقتی تو وی را در چاه پرتافتی، بعد چاه پرتافتن چه حالت رخ داد؟ این مرد گفت پیغمبری خدا فقط همین قدر شنیدم، پدرجان این چه حالت بود؟ پدرجان این چه حالت بود؟ این سخن از زبان همان دخترم شنیدم، دیگر چیزی از زبان او نشنیدم. نمیدانم حالی وی دیگر چی شد. این کودک ها به ای ذنب قتلت، روز قیامت از همین پدرها و از همین مادرها میپرسیدند. حتی پیغمبر خدا میگوید چنگ در سینه های مادر میزد است و میگفت از بهر چی مرا قتل کردی؟ آیا من چی گناه داشتم در دنیا؟ این است زنهای دورای پیش از اسلام، دورهای پیش از آنی که پیغمبر شما و شما مبعوثی به پیغمبری شدند. حال زنها چگونه بود؟ وقتی اسلام آمد نظر می اندازیم اسلام به زنها چی داد؟ خدا در قرآن میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و عاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظیم. در قرآن یک سوره مخصوصی هست به نام نساء، به نام زنها. قریب 187 آیت است، 187 جمله هست که از تمام زندگی زنها خدای مهربان به ما و شما خبر میدهد. خدا در این آیت چی میگوید؟ ببینید قدر زنها را در اسلام. و عاشرهن بالمعروف، خطاب به همه ما و شما مردها میکند خدا. ای مردها در زندگی با زنها نیک باشین، خوب باشین، معامله نیک کنین. در زندگی وقتی که شما زن در نکاح خود در آوردین، خداوند میگوید با آنها معامله خوب کنید، با آنها زندگی نیک را انجام دهید. فإن کریهتموهن، بین در دوام خدا چی میگوید؟ اگر مبادایی که شما این زنها را دوست نداشتید، این زنها وقتی که برای شما پسند نباشد، ممکن از روی جمال، ممکن از روی خصلت، ممکن از روی رفتار اگر به شما معقول نباشند، فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ای بنده من خدا میگه هوشیار باش، اگرچه همین زن به تو معقول نیست، اگرچه شکل همین به تو معقول نیست، گفتارش به تو معقول نیست، شاید که در آن چیزی که خدا میگوید برای شما پسند نباشد، برای خدای شما پسند باشد. شاید که همین زنی که خوب صورت نیست، خوب رفتار نیست، شاید که همین زن برای شما فرزندهای بهترین تولد کند. شاید که تو این طلاق دهی، تو این از نزد خود دور کنی، یک زنی زیبا صورت بیاری، یک زنی زیبا رفتار بیاری، لکن ممکن که مثل این خدا میگوید با تو فرزندهای خوب تولد نکند. در آن چیزی که شما بد میبینین شاید خدای شما و نقص بیند. این خدای مهربان به سوی بندگان، به سوی مردها مراجعت دارد. پیغمبر خدا هم چی میگوید؟ لا یفرق مؤمن مؤمنة ان کره منها خلقا رضی منها آخره. این حدیث ابو داود است. پیغمبر خدا گفتند ای مردها، وقتی که از زنها شما اگر گفتاری ناخوب میشنوید، یا در معامله زندگیتان جنجال میکنید، یا اینکه یگان دشنامی برای تو میدهد، یا اینکه از خانه قهر کرده میرود، لا یفرق، پیغمبر گفتند تو غمگین نشو، تو خشمگین نشو،
در طلاق کردن شتاب نکن. رضی منها آخر، شاید که فعل دیگری زن تو را راضی کند، شاید که وای قهر کرد رفت. باز شما می توانید با طریق مصلحت، با طریق نصیحت او را به خانه خود بیارید و بعد این مصلحت ها و بعد این نصیحت ها باز فعل های پیدا کند که از این فعل هاش شما راضی شوید. این از توصیه خداوند، این از توصیه اسلام، این از توصیه پیغمبری خدا. حتی خداوند در سوره بقره به ما و شما میگه هن لباس لکم و انتم لباس لهن. من قدر زنها را بینید. خدا میگوید ای مردها آگاه باشین که زنها لباسی شما هستند و انتم لباس لهن، و شما لباس اونها هستید. چگونه که لباس به انسان یک آمیزش دارد، چگونه که مرد به لباس پیوستگی دارد، خدا میگوید که انا همین زنها لباس شما هستند و شما باشید لباس زنها هستید. این از قدر زن در اسلام. و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، سوره نساء میگوید. و صاحب بالجنب، خدا میگوید با جنب خود، یعنی در پهلوی خود بودگی زن، مقصد از این زن است، با زنهای خود نیکویی کنید. سپارش های خداوند برای مردها این است که با زنها دغلانه زندگی نکنید، با زنها دغلانه رفتار نکنید، زنها را زیر لت و قب قرار ندهید، بلکه با آنها زندگی خوشبختانه را از سر گذرانید، آنها را دوست دارید، آنها را نوازش کنید. پیغمبر خدا میگوید بین دوره جاهلیت دخترها را زنده به زنده در گور می انداختند. وقتی پیغمبر خدا به دنیا آمدند چی گفتند؟ من کانت له انثى، اگر کدام مرد یا کدام زن صاحب دختر می شود، یعنی در خانه خبر میتن که ای فلانی آگاه باش که امروز زنی تو دختر تولد کرد. در این شنیدن دختر باید که مادر و پدر چنان خرسند شوند، زیرا که این بهترین نعمت از خدا در قرآن میگوید. بهترین نعمت بودن فرزند، چی فرزند دختر باشد چی بچه باشد، شما از مردم بی فرزند میفهمید. مرد و زنی که فرزند ندارند برای به دست آوردن فرزند تمام طبیب‌های روی دنیا را دور گشتند، به تمام مملکت‌ها قدم زدند تا که آنها فرزند بیابند. شما قدر این دختر و این بچه را از آنها پرسید، آنها برای شما بیان میکنند. با شنیدن دختر چگونه که امروز بعضی از جوانهای ما و شما غمگین میشوند. به خدا قسم تو در نزد خدا بدبخت میشوی، تو گناهگار میشوی. این نعمتی هست که خدا بهر تو داده است. پیغمبر را گوش انداز چی میگوید؟ من کان له انثى، اگر کدام مردی که صاحب دختر شد فلم یعدها ولم یهنها ولم یؤثر ولده علیها ادخله الله الجنه. بین این بشارت پیغمبری خداست. کدام مردی که صاحب دختر می شود و این دختر را پیغمبری خدا گفت زنده به زنده برده در گور نمی کند، یا این از روی که ننگ باشد عار باشد وی را به هلاکت نرساند، ولم یهنها، یا این که این دختر را در خانه تحقیر نکند، دائم لط و کوب نکند، ولم یؤثر ولده علیها. پیغمبر میگوید اگر بچه را از دخترش بالاتر نشمارد ادخله الله الجنه، قسم به عظمتی خداوند که این مرد و این زن وارد جنت میشوند. در خانه اگر دختری تو برابری بچه تو اگر قدر داشته باشد، در بعض خاندان دختر از بچه قدرش پست است. پیغمبر خدا گفت که اگر قدری وی در خانه که پست نباشد و وی را زنده به زنده گور نکنند، وی را در خانه تحقیر نکنند، این مرد و این زن وارد جنت میشوند. در دیگر حدیث پیغمبر خدا میگوید من عال جاریتین حتی تبلغا،
پیغمبر میگه کسی که اگر 2 دختر داشته باشد و این 2 دختر را تربیه کند، تربیه خوب اسلامی کند، یعنی اینها را در داخل گفته های خداوند تربیه کند حتی تبلغ، تا وقتی که این دخترها به وایه میرسند، جاء یوم القیامت انا و هو کهاتین و ضم اصابعه. پیغمبر خدا گفت کسی که اگر 2 دختر را تربیه اسلامی میکند، تربیه نیک میکند، تا که فردا باز در یک جوان خدمتگار شود، در اسلامش خدمتگار شود، روز قیامت این پدر و این مادر چگونه می آیند؟ گفت پیغمبر انا و هو کهاتین، همین 2 انگشت من دیدین؟ گفت پیغمبر چگونه نزدیک هستند؟ من و پدر و مادر این دخترها روز قیامت یک جایه هستیم. و ضم اصابعه، پیغمبر میگوید باز انگشت‌هاش جمع کردن گفتن انا همچنان نزدیک هستیم. اگر کسی 2 دختری خدا در خانه تربیه خوب میکند، تربیه نیک میکند، دخترها را دوست میدارد، زن دوست میدارد، روز قیامت این چنین معامله من بهر او انجام میدهم. شما مقایسه کنین که زنهای دوره جاهلیت قدرش بینین و زنهایی که در دوره پیغمبر ما و شما، زنهایی که بعد اسلام، بعد آمدن قانون چه حقوقها را اینها صاحب شدند. روز پیغمبر خدا یک حدیث هست که حدیث مسلم است. پیغمبر خدا گفتند لا تضربوا اماء الله، ای مردها، خطاب از مردهاست، شما کنیزکان خدا را نزنید. اماء الله اشاره به سوی زنهاست، شما زنها را نزنید. گفت پیغمبر اماء الله را محدثا میگویند که در همین لفظ اماء الله پیغمبر زنها را کنیزکان خدا خواند. گفت کنیزکان خدا را نزنید. فجاء عمر رضی الله عنه الى رسول الله صلی الله علیه و سلم و قال یا رسول الله زائرنا النساء على ازواجهن فرخص فی ضربهن. میگوید یک روز بعد آن که پیغمبر سفارش داد که مردها زنها را لت و کوب نکنید، اینها کنیزکان خدا هستند، مردها دیگر زنها را نزدند، زنها را نوازش میکردند. بناگاه روز حضرت عمر پیش پیغمبر خدا آمد و گفت پیغمبر خدا این زنها از روزی که ما اینها را آداب نمیدهیم، اینها را نمیزنیم، بالای مردها دلیر شدند، مردها را دیگر گوش نمیکنند. زائرن النساء، زائرن به معنای دلیر شدند. فرخص رسول الله صلی الله علیه و سلم فی ضربهن. پیغمبر وقتی این شنیدن غمگین شدند، گفتند نخواد که زنها شوهرها را به حرمتی کرده باشند، نخواد که من آنها را رخصت دادم که اینها را نزنند، اینها بازم این باز مردها را به احترامی کنند. از این خاطر پیغمبر نزد عمر گفت آنها را برای آنی که آداب گیرند و شما را احترام کنند زنیدشان گفتند. لیکن چگونه زنید؟ چگونه زنید؟ واضربوهن ضربا غیر مبرح. این دیگر حدیث است، این دوام این حدیث نیست. پیغمبر گفتند واضربوهن ضربا غیر مبرح. غیر مبرح معنای این دارد که نه چندان سخته، یعنی زنها را برای آداب، برای احترام شما
اگر مبادای اونها گردن کشی کردند، اونها شما را احترام نکردند، برای آداب چنان زنید نه چندان سخته. حتی در بعض روایت ها میگوید که پیغمبر خدا گفتند با همین دست ها در جای ملایمی زن، یعنی در دنبه وی زنید. بین این هم یک غمخواری اسلام است، این هم یکی از حقوق زن هاست. وقتی که مردها زدن پیش گرفتند، پیغمبر خدا در دوام حدیث میگوید فاطاف بآل محمد نساء کثیر یشکون ازواجهن. بین وقتی که مردها زدن پیشه کردند، در حال همه زنها خیستند و به خاندان پیغمبر آمدند، به خاندان زنهای پیغمبر آمدند. میگه نساء کثیر، زنهای بسیار جمع شدند. یشکون ازواجهن، آمدن شکایت از شوهرها کردند. آمدن نزد زنهای پیغمبر گفتند پیغمبر خدا رخصت داد برای زدن. امروز مردها از آن حدی که پیغمبر گفته است از او گذرانیدند. ما نزد پیغمبر بهر شکایت آمدیم. وقتی زنهای پیغمبر این شکایت زنها را به گوش پیغمبر رسانیدند، پیغمبر خدا چی گفتند؟ فقط اطاف بآل بیت محمد نساء کثیر یشکون ازواجهن لیس اولئک بخیارکم. بین پیغمبر خدا چی گفتند؟ گفتند من گوش به آواز شدم، من درکدار شدم. ای مردها، با مردها را جمع کرد پیغمبر. ای مردها گفت زنهای امت اسلام شکایت دارند که شما آنها را میزنید، از حد مقرر شده گذرانیدید. آنها تا حد آمدن که بر من شکایت کردند و گفتند پیغمبر اولئک لیس بخیارکم. کدام زنی که از شوهر خود شکایت میکند، از زدن شوهر خود شکایت کند، همون مرد گفت پیغمبر بهترین شما به حساب نمی رود. اون مرد را گفت من مرد اساسی نمی شمارم وقتی که زن او از زدن شوهر شکایت کند. این معنای چی را دارد؟ معنای او را دارد که حقوق زنها در اسلام چی بلندی هست. پیغمبر میگوید خیرکم خیرکم لاهلی و انا خیرکم لاهلی. ای جوانهای عزیز، پیغمبر میگوید ای مردهای عزیز، پیغمبر به ما و شما مراجعت دارد. خیرکم خیرکم لاهلی، بهترین شما کسی هست که با زنهای خود معامله نیک دارد. و انا خیرکم لاهلی، من با زنهای خود معامله خوب دارم. زنهای من از من راضی هستند، زنهای من دوست می‌دارند. باید شما هم گفت پیغمبر کار کنید که بهترین مرد باشید، با زنهای خود معامله خوب داشته باشید. این است حقوق زنها. باید که هر یک مرد حقوق زنها را پایمال نکند. آن چیزی که خدا که از آیتها برای شما خواندم و آن حدیث هایی که برای شما شنوانیدم، باید که با این حقوق های زنها ما و شما عمل کننده باشیم. باید سخن خدا و سخن پیغمبر خدا در نزد ما و شما قدر داشته باشد، قیمت داشته باشد. حتی پیغمبر میگوید النساء شقائق الرجال. این زنهایی که شما در نکاح خود دارید فراموش نکنید که اینها پاره از شما هستند. یعنی اینها را خداوند از مرد آفرید. حتی حدیثی هست که پیغمبر میگوید استوصوا بالنساء خیرا. همه شما را ای مردها نصیحت میکنم اینکه با زنها نیکویی کنید. فإن المرأة خلقت من ضلع، زیرا این که زنها
از قبرغه چپ شما خدا آفرید جان. در قرآن میگوید وقتی که حضرت آدم خدا آفرید و او را خواب برد، وقتی خوابش برد از قبرغه چپ او خداوند یک تکه قبرغه را گرفت و این زن را مام حوا را آفرید. و پدر ما و شما حضرت آدم از دیدن مام حوا خوشنود شدند و آرام گرفتند در جنت. یعنی اینها گفت پیغمبری خدا از همان قبرغه چپ مردها خدا آفرید جان. و این اعوج ما فی ضلعی اعلاه، پیغمبر در دام حدیث گفتند و درستی این که کجترین قبرغه های بالا هست. برای چی گفتن پیغمبر؟ برای چی گفتن که قبرغه بالا چند قدر کجش زیاد است؟ زیرا این که رسول الله میگوید فإن ذهبت تقیمه کسرته، اگر شما بخواهید که این قبرغه ها را راست کنید میشکنند. و این ترکته لم یزل اعوج، اگر به حال خودشان گذاریشان همون خیل کج میمانند. فاستوصوا بالنساء، با زنها نیکویی کنید. یعنی مقصد پیغمبر این است که زنها از قبرغه چپ هستند و اینها بسیار کج هستند. اگر شما خواهید که این کجی را راست کنید فقط می توانید که طلاقشان دهید و الا دیگر اینها راست نمی شود. فقط پیغمبر گفتند فداروا بها و تعیشوا بها، مدارا کنین، زندگی کنین. زیرا اینها از چنین متریال خدا اینها را آفریده است که اینها را راست کردن نمی شود. فقط اینها قطعی می توانید شما معامله خوب کنین، گفتاری خوب کنین، چگونه که سرور ما و شما پیغمبری خدا انجام دادن. این است یک قسم از حقوق زنها بالای شوهرها. و البته اینجا قسم زیادی حدیث ها و بعضی از قصه ها باقی ماندن و انشاءالله جمعه آینده باز در باب همین حقوق زنها بالای شوهرها چه حق ها دارند و شما صحبت میکنیم و خدا خواسته باشد بعد جمعه های آیندهش حق شوهرها را بالای زنها هم بهر شما صحبت میکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله. بازیچه استی فی الفریب این متاع دهر، به عقل مردمان که بران مبتلا شوند. رسول اکرم گفتن از همین حیات شما من سه چیز را دوست می دارم. بین این هم یکی از بلند بودن حقوق زنهاست که پیغمبر میگوید که اولین چیزی که من از دنیا دوست می‌دارم و احترامش میکنم النساء، این زنهاست. زنها را دوست می‌دارم، زنها را احترام میکنم، زنها را نوازش میکنم. در زمانه‌های پیش از پیغمبر زن دوست نمی‌داشت، مرد زن را دوست نمی‌داشت، زیرا وی به حیث شخصیت شناخته نمیشد. وی در حکم حیوان بود. و دوم چیزی که از دنیا من دوست می‌دارم گفت پیغمبر و طیب، و این خوشبویی است. دوست می‌دارم که بدن امت من بوی خوش کند، بوی عطر کند. اینم پیغمبر گفتن دوست می‌دارم. و سوم چیزی که من دوست می‌دارم پیغمبر گفتن این نماز است. دوست می‌دارم که دائم با نماز باشم. هر مهماتی که پیش من آید جای نماز را پرتایم و از خدای خود آن مهمات را حل نمایم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم حقهن علیکم
ان تحسنوا الیهن فی کسوتهن و طعامهن ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا فی البیت. پیغمبر خدا فرمودند من بر شما ای مردهای امت حقهای را که زنها بالای شما دارند خبر میدهم. زنها بالای شما 5 حق دارند، یعنی هر یک مرد وظیفه دار است که این 5 حق را اجرا کند. اینا چیا هستند؟ پیغمبر گفتند ان تحسنوا الیهن فی کسوتهن. یکم حقی که بالای شماست این است که وقتی که برای خود لباس میخری باید برای همسر خود لباس خری. وقتی بدن خودت زیبا میکنی از لباس باید که بدن زنی تو هم از لباس زیبا باشد. یعنی یکم حقوق مرد همین است که بدن زن را باید از لباسش تأمین کند. و دوم و طعامهن. دوم باید که زنها از طعام برخوردار باشند. یعنی وقتی که اگر شکم بی مرد وقتی که از طعام سیر باشد یا مرد در جای طعام میخورد باید که فکر عیال خودم داشته باشد، باید که خاندان او هم از طعام تأمین باشد. دوم حقی که بالای مرد هاست این است که باید که زنها از طعامم برخوردار باشند، لباس هاشون پوشیده باشد، شکم های زنها باید که از طعام سیر باشند. سوم وظیفه‌ای که بر ذمه مرد هاست ولا تضرب الوجه. پیغمبر گفتند وقتی که شما زنها را آداب میدهید باید که در چهره زنها شما نزنید. چهره زنها را باید که شما سیاه و کبود نکنید. چگونه ای که جمعه پیشین برای شما خبر دادم که پیغمبر در حدیث های صحیح گفتند که یکی زدن در جای ملایمی زن باشد و آلات هایی که زن را زده می شود این باید که مسواک چوب باشد یا اینکه دستمال باشد. با دستمالش همین لطه هایی که ما و شما دست های خودم بعد طعام پاکیزه میکنیم تازه میکنیم. گفتن زنها باید که به همینها زده شود و ضربهن ضربا غیر مبرح. یعنی چنان زنید که زنها را چنان آداب دهید که نه چندان سختی باشد. این لفظ پیغمبری خدا هست. انا سوم گفتم پیغمبر شما مردها حقوق ندارین که در چهره زنها زنید. و چهارم ولا تقبیح. شما حق ندارید که زنها را دشنامهای قبیح دید. این زنها را چگونه ای که امروز مردها خیلی دشنامهای قبیح میدهند که نه پدری او میماند نه مادری او میماند نه اولاد او میماند. البته حالت غضب است، گاه می شود که یعنی مردها غضبناک می شوند از حساب رفتارهای نادرست زنها، لیکن به هر حال این وظیفه مرد است و امر پیغمبر است که باید که مرد خودداری کند. مرد باید خودش را اداره کند. یعنی دشنام دادن مادری او پدری او یا اولاد او بر مرد هیچ نتیجه نمی آورد، هیچ فایده هم ندارد، بلکه در این دشنام دهنده گناهگار می شود. این چهارم حقوقی که زنها بالای مردها دارند این است. پنجم پیغمبر گفتند ولا تهجر الا فی البیت. یعنی وقتی که اگر زنهای شما با شما ملال شدند، زنهای شما با شما قهری شدند، حالان که این زنها حق ندارند که با مردها ملال ایستند یا با مردها قهری ایستند، زیرا که هر ثانیه و هر ساعتی که زنها با مردها قهری می شوند
در لعنت خدا گرفتار می شوند، در لعنت ملائکه گرفتار می شوند و اونها با همه درد، با همه بلا این زنها بعداً مبتلا می شوند. یعنی هر وقتایی که زنها اگر مبادا با یک جنجال از مردها ملال شدند یا قهری ایستادند، در حال خوش به حال همون زنی که بخشش طلب میکند و حیات خود باز مثل اولش شیرین میگرداند. رسول اکرم گفت وقتی که اگر مبادا در بین شما اگر قهرگی پیدا شد یا اینکه شما خواهید که زنها را یک آداب دهید، یک تعلیم دهید، شما جایگاه خواب را از پهلوی زن جدا کنید الا فی البیت، لکن در همون خانه که زن خواب است در همون خانه جایگاه خواب جدا کن. تو دیگر خانه و یا که از حولی بیرون نشو و زن در خانه تنها بگذار، بلکه همون خانه که شما خواب بودین برای آداب دادن زنها، یعنی برای آنکه زنها بفهمند که مرد از او ملال است، برای آنه که این عملی من، یعنی زن باید که اینه در خیالش گذراند وقتی که مرد جاگه خواب از او جدا میکند، یعنی گذراند که من یعنی کاری ناشایسته ای کردم که ملال شوهر من شد و او از پهلوی من جدا شد. باید که در همون خانه که زن خواب است در همون خانه پیغمبر گفتن باید که مرد جاگه خوابش را جدا کند. این است حقهایی که 5 حقی که زنها بالای مردها دارند. البته چگونه ای که مردها بالای زنها حقوقها دارند و خیلی مرتبات بلند دارند، نگاه میکنیم که زنها هم بالای مردها باز حقوقها داشتند. و حتی اگر ما و شما نظر کنیم دیگر فضیلت های زنها این بود که چگونه ای که مردها در جهاد با پیغمبر خدا اشتراک داشتند، زنها هم در جهاد اشتراک داشتند. یعنی چگونه مردها در دست شمشیر می گرفتند برای دفاع اسلام، برای دفاع قرآن، برای پیغمبر خدا را محافظت کردن، زنها هم در دست شمشیر داشتند و در پهلوی پیغمبر خدا با این یهودی ها می جنگیدند. حتی که گروه زنهای در یکی از جنگ ها برای اشتراک کردن حاضر شدند. پیغمبر خدا میگوید حتی با این زنها خطاب کرد چرا شما با این جهاد آمده اشتراک کردین؟ این زنها گفتن پیغمبر خدا ما می توانیم که اگر مجاهدی که زخمی می شود وی را طبابت کنیم، می توانیم که از معرکه جنگ مردی زخمی را آورده در یک جای بی آزار و یک جای آرام آورده گذاریم. ما می توانیم که از آب این مجاهدها را تأمین کنیم. ما می توانیم برای مجاهدها خوراک بپزیم. پیغمبر خدا برای ما رخصت ده. پیغمبر به این زنها رخصت دادند. حتی حضرت انس میگوید در جنگ احد که مسلمان ها در این جنگ شکست خوردگی هستند، برای سخن پیغمبر خدا را که مجاهدها شکستند و آن جانبی را که پیغمبر خدا گو حمایه کنین که از این طرف خوف است، شاید از این جانب اینها هجوم کنند، سخن پیغمبر خدا را وقتی شکستند، یهودی ها از همون جانب به مسلمان ها هجوم کردند و در همین جنگ احد مسلمان ها شکست خوردگی هستند که 70 صحابه پیغمبر با سرداری حضرت امیر حمزه در اینجا به هلاکت رسیدگی هستند. حضرت انس میگوید من با چشم خود دیدم که در همین جنگ احد حضرت عایشه دختر ابوبکر صدیق زن پیغمبر خدا با همراهی ام سلیم در میان خود مشکهای آب میبستند و آورده در دست مجاهدان میدادند و آنها به حلق خود میریختند. یعنی این گونه یاردم ها زنهای مسلمان در دوره های پیغمبر خدا میکردند. رسول اکرم میگوید که من در جنگ احد وقتی به طرف راست نگاه میکردم یا به طرف چپ نگاه میکردم ام عماره را میدیدم که در دست خود شمشیر داشت. این زن بود.
سعد میگوید من در شانه همین عماره یک زخم چقوری را دیدم و از او پرسیدم این زخم از کجا پیدا شد؟ گفت در جنگ احد وقتی اطراف پیغمبر خدا خالی ماند و ابن قیمه که خدا او را خوار و ذلیل کند خواست هجوم به پیغمبر کند، من با همراهی حضرت مصعب ابن عمیر هجوم بالای ابن قیمه کردیم و از بس که وی دو زیره داشت و شمشیر ما با او کار نمیکرد و یک شمشیر در شانه من زد و این زخم چقور از ضرب شمشیر همون بدبخت است. و رسول اکرم پیوسته عماره را تعریف میکردند. بار میگوید در دوره های خلافت حضرت عمر یک چادر کلانه که خیلی قیمت کلان داشت و یا روی مال کلان بود وقتی آوردند و به حضرت عمر گفتند این را برای کیلون خود ببر، یعنی به زن حضرت عبدالله. حضرت عمر گفتند من یک زن را میدانم که پیغمبر خدا دائم و تعریف میکرد، توصیف میکرد این عماره هست، این روی مال گو حق او هست. یعنی برده به همین عماره روی مال را تسلیم کردند. یعنی از روی این حکایه ها هم معلوم شد که زنها هم در دوره های پیغمبر خدا در جهادها اشتراک میکردند. این هم فضیلتی زنهای دوره پیغمبر و این بلند مرتبگی زنهای حاضره ما و شما مسلمان ها را نشان میدهد. حتی رسول اکرم میگوید اللهم انی احرج حق ضعیفین الیتیم والمرأه. خدای مهربان من گناهگار میشمارم، گفت من گناهگار میشمارم شخصانی را که حق دو ضعیف را پایمال میکنند، یکی حق یتیم را، دوم حق زنها را. کسی اگر حق زنها را یا حق یتیمها را اگر پایمال کند، پیغمبر خدا گفتند اللهم انی احرج، من گناهگار میشمارم او را. و دیگر مسئله که در دوره های جاهلیت یعنی پایمال کردن حقوق زنها بود، این طلاق بود. طلاق در دوره های جاهلیت اهمیتش این بود که وقتی که اگر یک کار عادی ترینی که زن انجام میداد، یعنی اگر در او شوهر ناراضی میشد، نا گفته مرد که یعنی لفظ طلاق استفاده نکرده، خود زن طلاق میشد. یعنی دیگر طلاق در دست مرد نبود. وقتی همین زن عادی ترین جنایتی را که اگر انجام میداد یا عادی ترین عملی که وی باعث طلاق دادن نبود، وی خود طلاق میشد. لیکن در زمانهایی که پیغمبر خدا آمد و خداوند این حکم طلاق که در دست مرد داد، باید که مردها یعنی مثل دوره جاهلیت طلاق را استفاده نکنند. یعنی افسوس که امروز چقدر سوالهای زیاد نزد ما هست و چقدر مراجعت‌های زیاد از طرف جوانها هست که همه اونها زنهای خود طلاق دادند و امروز میخواهند که باز فتوا یابند، باز میخواهند راه یابند که با این زنها زندگی کنند. البته طلاق حلال است. چگونه پیغمبر میگوید ابغض الحلال الی الله الطلاق. طلاق حلال است، لیکن بدترین حلال ها در نزد خدا به شمار می رود. از همه شما جوانای عزیز و از همه پدرهایی که در خانه صاحب کلین هستند مراجعت میکنم و خبر میدهم که باید که به طلاق دادن هیچگاه راه ندهند. تا حد امکان، تا تمام مصلحت و تمام شرایط ها را استفاده بردن، بعداً باز همون به دستور یگان داملا و یگان عالم مرحمت بعداً طلاق کنند. و الا خیلی آدم باید که در مسئله طلاق باید با صبر باشد، شتاب نداشته باشد. زیرا بینه در حدیث های صحیح پیغمبر میگذرد که
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بابای حاجی میرزا، من یک خواهر اسلامی شما. بابای حاجی میرزا، مردی که زن و فرزند خود را دهان گفته دشنام میدهد یا اینکه فلان فلان گفته، آیا با این خیل انسان زندگانی درست است یا نه؟ همه کارهایش را محیا میکنیم، باز گناه ما را یافته و ما را بیهوده لط و کوب میکند. بابای حاجی میرزا، مردی که زن و فرزند خود را بی گناه میزند، آیا این گناه نیست؟ میگویند که مرد را با مهر نگاه نکنی گناهگار میشوی. آخر ما او را با مهر نگاه میکنیم و ما او را حرمت میکنیم. این برادرها در همون جمعه شما اشتراک دارند. اکنون من از این خیل برادرها بیزارم که گویم غلط نمیکنم. همون برادری که اگر زن و فرزند دهان گفته دشنام کنه و خب و اینجا آمده با صحبتهای ما را گوش کنه و گوید من به تو مخلصم و من تو را حرمت میکنم، اگر تو برادری من باشی و تو مرا حرمت کنی و مخلص من باشی، تو هیچ وقت زن و فرزند، نه اینکه زن و فرزند خود، به کسی تو هیچ وقت دشنام برای خود شعار نمیگردانی. دادر عزیز، این مردی هم این نیست. گفتی همون ابو عبدالله رودکی، مردی نبود فتاته را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. اکو یک فتاده است امروز زنها در دست ما و شما، امروز یک دستنگر ما و شما شدن، امروز دهان ما و شما را گوش میکنند. اکو همون دستنگر و همون در افتاده را ما در همون خیل حالت یافته و اکو لط و کوب کنیم. این دادرای عزیز، این جوان مردی نیست، این جوان مردی نیست. بود مردی نشان غیرت دین، اگر مردی بکن این رخش رازین. انا تو موافق قرآن، موافق حدیث پیغمبر عمل کو، رفتار کو، حق مردی حق توست. ولی تا همین روز یک 5 یا 6 تا کلین ها، خیلی 2 تاش از امی شهر بوده، 3 تاش از ناحیه ها بوده است، آمدن شکایت کردن، 1 تاش عیب بوده است، خیلی اقرار شدن. 4 تا همینه خدا خیرتان دهد از خسرهاشون که خسرهای اونا را من میشناسم، از خسرهاشون شکایت کردن. خیلی 2 وجب ریش داره خسرش، خدا خیرش دهد. سرلش هم میبینی دیگر گویم که در ظاهرش آدم دیدن برابر میگد همی آدم شب زنده داره. همین انسان بر این دیگر آدم خوب ممکن یافت نشود، لیکن افسوس که در داخل چیزی نداشته است، در داخل رحم نبوده است. من لا یرحم الناس لا یرحمه الله. برادر عزیز، ای خسری محترم، ای خوشتامن ظالم، گوش کن که پیغمبر خدا میگه کسی رحم نمیکنه به بندگان خدا، الله به او رحم نداره. یک رحمه برادر عزیز و گرامی. در همین خیل زمستان کودکا سر دست، چشم ها پر آب، زندگی میخواهن و اینا نه تو قطعی بچه من دیگه زندگی نمیکنی. بچه خواهانه، بچه دوستدار، فقط پدر اگر زندگی کنی من عاقد میکنم. این عاق از کجا یافتین شما؟ و برای من کم تر رحم و انصافه برادر عزیز و گرامی، کم تر رحم انصافه بیدار کنید. اگر هم تا دختری تو را با کودکاش به خانه خود روان کند، احوال تا ببین، اما از خودت خلاصه برار فقط. با بعض میده ترین گناه شما اهمیت ندین. آخی کنی آدمی بیگناه، همون عمر خیام خدا خیرش دهد گفته بود آخی ناکرده گناه در این جهان کیست؟ بگو کنی یک انسان بیگناه. ما بیگناهیم، شما بیگناهیم، همه ما گناه داریم، همه ما لغزش داریم، همه ما خطا داریم. لیکن خدا را ببین، ان الله یحب العوف، خدا عوف دوست می‌داره، خدا بخشیدن دوست می‌داره. چرا تو دوست نمی‌داری؟ تا هم ببخشی چی گپی نداره. زندگی است، زندگی آینه بیش و کمیست، هر شب در آسمان ستاره نیست. مثل آسمان زندگی یک جنگ می‌شود، یک کشاکش، یک قهر می‌شود، یک چی می‌شود، لیکن معنی را نداره که 3 طلاق در دامنش بیتی و جواب برای تو. این خیال نکنیم برادر عزیز.